خوبی؟ من یه چند روزی نبودم، فکر میکنم بیشتر از روز میشه، چند ماهه که نیستم. یکی از علتاش هم اینه که من پدر بزرگم رو از دست دادم، دوران خیلی سختی رو گذروندم و اصلا دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت. یعنی تنها کاری که اونم از روی اجبار مجبور بودم انجام بدم همون طبابت بود، وگرنه اگه دست خودم بود که اونم 1-2 ماه حداقل آف میگرفتم. من توی مدت که پدر بزرگم رو از دست دادم خیلی شوک بزرگی بود برام و خیلی سخت تونستم که با این قضیه کنار بیام و چقدر میگم خیلی سخت تونستم با این قضیه کنار بیام و همه چیو گذاشتم کنار در تا اینکه حالا بالاخره هم با یه تراپیست صحبت کردم، با همسرم کلی هم صحبت کردم. رضا واقعا تو این دوران خیلی حمایتم کرد و کمکم کرد، با هم حرف زد، صحبت کردیم تا اینکه بالاخره من تونستم بعد مدت‌ها یه ویدیو بگیرم. خیلی خوشحال میشم که منو توی این ویدیو همراهی کنید و حمایت کنید. فیلم میگم دارم همیست میکنم حالا فیلم میگیرم جلوی فیلم فیلم میگیره. آره نمیدونم چی برم چست چه اینجوری به دست رسونده؟ چی دارم که خود گفتی به دست نه؟ خودش میده دست نه کلن یه عکس بگیرم. این شیوهیه که موچیا به دست من رسیده. چی شده؟ اینم وضعیت میز جلوی آینم که این رو تمیز کنم، باز میام. فعلا
من اصلا طاقت نیاوردم و تا خریدمش تو همون فروشگاه شروع کردم به خوردنش. نمیخوای بدی؟